هر کسی که از این ملت یک آبرو اعتبار پیدا کرد، یک پول داشت، یک کمتر جایگاهی پیدا کرد، این نفر رو در هر جای بود جستجو کرد، پیگر کرد، قپید، آورد، کشت. یک تاجر موفق از دست رژیم رحمانوف به مرگ آورده رسانیده شد. نسبت رجب علی آدینوف یک ظلم بزرگ از جانب این رژیم و از جانب داماد امام علی رحمانوف با نام شمس الله صاحب و دختر امام علی رحمانوف رخشانه رحمان صورت گرفت. مال و ملک شرکت امید 88 را غصب نمودند و خودش را پشت درهای بسته به 28 سال زندان بردند. این جوانمرد که برای مردم ملت خدمت کرد، بیشتر از 1200 نفر را صاحب جای کار کرد. این برادر را با گناه اقتصادی گناهکار کرده، دادگاهش پشت درهای بسته صورت گرفت. چرا پشت درهای بسته؟ در انبارهای شرکت امید 88 بیشتر از 3-4 مرتبه اون پولی که شما گناهکار میکردید مواد سوزشواری بود و یک قسمی این را میفروختند، پولی این گناهکار کردگی شما رو برمیگرداندند. دهها بار مراجعت کردن خانواده اش که ما آماده هستیم از مالکیتی که دارد اجازه دید فروخته به پول شما را برگردونیم. در این جای تنها یک سیری بود که نخواستند که دادگاه آشکار صورت گیرد. یک هدف بود، غصب مالکیت. خود رحمانوف در این جنایت دست داد، خودش سپارش داد که برده محکم کنید مالکیتش را غصب کنید. خود رحمانوف. من میدانم ده ها انسان هایی که مالکیتشان گرفته شده است در زندان ها شکنجه می شود، در زندان ها خواب هستند، خانه و درشان از جانب داماد دختران رحمانوف، از جانب نزدیکان رحمانوف غصب کرده شده است. هر کسی که از این ملت یک آبرو اعتبار پیدا کرد، یک پول داشت، یک کمتر جایگاهی پیدا کرد، رحمانوف دشمنیش را با این نفر اعلام کرد و این نفر را در هر جای بود جستجو کرد، پیگر کرد، قپید، آورد، کشت. و مثل که این برادر ما عزت امان را از روسیه دزدیده آورد که 26 سال در روسیه برای مردم ملت خدمت کرد، رفت خان آبروی تاجیک برداشت، امروز آورده در زندانش محکم کرده است. میگوید قلاب است. امروز تمام دانشجو و نمیدانم زنهای امنیتی و بلا و بتر را سفربر کرده ایستادند که این برادر را بگویند که قلاب است. رحمانوف با همین طریق زوراوری مدت 29 سال است که حکومت میکند. بهترین فرزندان این سرزمین را گلچین کرده، کشت و زندانی کرد، مالکیتش را گرفت. می‌دارم که امسال ما از این جنایتکار خلاص میشیم. من امید دارم از ملت امسال این جنایتکار را ما از سر قدرت دور میکنیم و اگر نه این ملت ما را نیست و نابود میکنه، بهترین فرزندان ما را نیست و نابود میکنه. اینا نه رحم دارن، نه شفقت دارن، نه ایمان، هیچ چیز ندارن. هیچ چیز ندارن غیر از داور، مقام، وظیفه، چیز دیگر ندارن. من امید دارم از ملت امسال این جنایتکار را ما از سر قدرت دور میکنیم.